ما 10.5 میلیون نفریم. طبق معلومات اگنتی آمار تا 1 ینور سال 2025 در تاجیکستان 10 میلیون و 499 هزار نفر اهالی زندگی میکنند. شماره شهر دهات نشین در شهرها 3.1 میلیون نفر، در دهات 7.4 میلیون نفر زندگی میکنند. در سال 2023 253 از 10,000 کودکان تولد شدند. کودکانی تا سن 18 ساله 4 میلیون و 51 هزار، جوانانی از 14 ساله تا 30 ساله باشد 2 میلیون و 818 هزار نفر را تشکیل می‌دهد. شماره مرد و زن در تاجیکستان زنها 5 میلیون و 250 هزار نفر، مردان باشد 5 میلیون و 249 هزار نفر را تشکیل می‌دهد. فایز افزایش اهالی افزایش در مقایسه با سال 2023 حدود 4.5% را تشکیل می‌دهد. اهالی از روی منطقه ها تا 1 ینور سال 2024 در دوشنبه 1.2 میلیون نفر، در ولایت مختار کوهستانی بدخشان 156 هزار نفر، ولایت ختلان 3 میلیون و 930 هزار نفر، ولایت سوخت 3 میلیون و 600 هزار نفر، ناحیه تابع مرکز باشد 2.14 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد. فایز زیستی ملت ها هیئت اتنیکی اهالی باشد تاجیکان 86.1%، ازبکان 11.3%، ترکمنها 1.9%، قرغیزها 0.4%، روسها باشد 0.3% را تشکیل می‌دهد. زبان‌های معاشرتی باشد زبان تاجیکی زبان دولتی زبان معاشرتی به حساب می‌رود. زبان معاشرتی بین ملت‌ها زبان روسی، همچنین زبان‌های دیگر نیز استفاده برده می‌شود، یعنی یغناوی و زبان پامیری، از جمله ازبکی، ترکمنی، قرغیز استفاده برده می‌شود. از جهت اهالی نشانداد تاجیکستان در ریتینگ اتحاد دولت‌های مستقل. موافق ریتینگ اتحاد دولت‌های مستقل، تاجیکستان از روی جریان تولد موافق آمار آن 3.24% را تشکیل کرده در بین این دولت‌ها جای یکم را اشغال می‌کند.